سلام دوستان، من آرشاویر هستم. به قسمت 18 هم خیلی خوش آمدید. خیلی دوستتون دارم. خیلی خوشحالم که تا این قسمت رو تماشا کردین و اینکه بریم که این نقشه رو هم با هم دیگه ترسیم کنیم. من این بار از پایین شروع میکنم، یعنی این دایره پایینی برعکس سری قبل. خب قطرش 60 و من دایره قطردار رو انتخاب میکنم. 60 رو میزنم، دایمنشن رو انتخاب میکنم. خب دایره داخلی 44 هستش. 44 و بریم سراغ دایرهای کوچیکش که قطر 8 زده توی نقشه برای ما. خب کجا؟ این مرکز اینجا یعنی 8 تا. درست دادم؟ 8 تاست، درست. خب حالا بریم که داشته باشیم و مرکز رو هم انتخاب میکنم و تعدادش فکر میکنم 12 تاست. اون سری شمردم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. خب اینتر رو هم بزنیم و خب بریم سراغ قسمت بالایی نقشه. بیایم این قسمت رو با هم ترسیم بکنیم. من با لاین میرم اول بالا، این دفعه دیگه دایره نمیکشم چون پایین اینقدر دایره داره میترسم یه ذره به هم بریزه. یه کار دیگه هم میشه کرد. من یه لاین بکشم 74 اینتر و کنسل رو بزنم و بیام بگم که انتخاب موو از مید پوینتش، بیام اینجا بندازمش و بیام دوباره کپی سلکت کنم، عذرخواهی میکنم و نقطه وسطش انتخاب کنم به سمت بالا 65 تا 65 تا و کلیک میکنیم و اینتر میزنم. خب اینجا میشه یه دایره 8 رو من میزنم. بزرگه 22، دوباره اینتر میزنم. از مرکز 22 و یه اینتر میزنم. همین رو باید انتخاب بکنیم، کپی کنیم از اینجا مرکز به این نقطه و کنسل رو بزنم. خب حالا خط ماماس داره. خب من فعلا از اینجا میگیرم، ماماس تانژانتش اونجا انتخاب میکنم، کنسل رو میزنم. دوباره این خط رو انتخاب میکنم و این نقطه رو انتخاب میکنم و میام تانژانتش رو به من نشون میده و کلیک میکنم. اگر اون تانژانت رو برای شما نشون نمیده بیاید این قسمت و تانژانت رو فعال کنید. خب این رو انتخاب میرور و به سمت پایین میکشیم، ماوس رو کلیک میکنیم و یه اینتر میزنیم. خب بیایم سراغ قسمت اینجا، دوباره اینتر و اینجا و اینتر. بیایم تیریم رو بزنیم، اینتر. این رو نمیخوام، این یه تیکه و اینجا هم اشتباه کردم، پاک کردم. خب لاین رو میزنم و اینجا و به اینجا وصل میکنم. خب کنسل، تیریم اینجا و اینجا رو پاک میکنیم. خب کنسل میکنم و حالا باید این دایره رو بکشم. خب من لاین رو بر میدارم و از مرکز میام بالا 54 تا میام بالا و 66 33 تا دونه میام به سمت راست. فرق نمیکنه، به سمت چپ هم میتونید برید. خب میام دایره رو انتخاب میکنم و 18 دایره داخلی 16 تو 8 میشد 16. خب من قطر رو انتخاب میکنم و 16 رو میزنم. خب همین رو دوتا رو انتخاب میکنیم، دوباره میرور از وسط به این سمت پایین میکشم، ماوس رو کلیک میکنم و یه اینتر میزنم.
میام این خط ها رو پاک میکنم، دیلیت میکنم و میام ماس بین اون دوتا دایره رو میخوام بکشم. میگم بین این و این 20 تا باشه. دوباره میام همین انتخاب میکنم و میگم اینجا و اینجا 56 تا و یه اینتر میزنم. خب و دوباره میام این انتخاب میکنم و میگم بین این و اینجا چند تا باشه؟ 20 تا باشه. خب این رو انتخاب میکنم، میرور رو میزنم، مرکز سمت پایین میکشم، کلیک میکنم و یه اینتر رو میزنم. میایم سراغ TR اینتر و این رو پاک میکنم. خطای اضافی رو نیاز ندارم بهشون. خب اینها رو پاک میکنم، این رو هم پاک میکنم. میایم اینجا زوم میکنیم، ببینید یه سری خطا اینجا ببینید اضافی بود که داخلی ها رو پاکش میکنم. خب کنسل، یه دوبار کنسل بزنم. این چه آبی شده؟ کنم ارور گرافیکی بود. خب این داخلی انتخاب دیلیت میکنم و اینکه این نقشه هم تموم شد. مرسی که تا آخر این ویدیو رو تماشا کردین. دوستتون دارم. اگر سوالی، موردی، نظری هست حتما در بخش کامنت ها برام بنویسین و فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید تا قسمت های بعدی آموزش هم براتون نمایش داده بشه. خیلی دوستتون دارم. هر جا هستید موفق و پیروز باشید. شبتون یا روزتون بخیر.